بسم الله الرحمن الرحیم. 6 جدی مصادف است با 26مین سال یاد شهید قهرمان عبدالمحمدی چریک عرب، مرد سنگر شکن و نامدار این خطه باستان. او زاده یک خانواده دهقانکار بود و او 37 سال عمر کرد و از خود رشادت قهرمانی به جا گذاشت و امروز در قلب فرد این ملتی قهرمان پرور نامش را حک نمود. او در بیش از 600 عملیات‌های محاربوی اشتراک نمود و دشمن را سرکوب نمود و 13 بار زخم برداشت و در تمام نقاط افغانستان از تمامیت ارضای نوامیس ملی و استقلالیت کشور و هموطنان خود دفاع نمود. چریکی عزیز، می‌دانم که نگران این همه آشفته حالی، ما نگران این همه دور بودن، ما نگران راهگمی ما. این روزها نه ما کنار هم هستیم و نه همدیگرانمان را میپذیریم، گویا فرهنگ همدیگر پذیری را نمیشناسیم. قهرمان شجاع، میدانم که ناراحتی برای درختانی که میوه نمیدهند. فصل تفنگ و پرتل تکرار شده است، نیستی که صف آریایی کنی برای آزادی برزمی. های فرمانده ای نترس، این روزها چقدر جای تو خالی است و ماها در نبودتان چقدر کنار هم بودن را کم داریم. چه آرزوی قشنگی بار دیگر برگردی و ما جمع باشیم و تو چتر بزرگی باشی برای ما، از سریپول تا کابل، از بلخ تا پامیر. اما تو قهرمان دلها برگشتنی نیستی به آنان که راحت را کج رفتند. راستی آرزو دارم و درستی